آتش با هیزم چکار میکنه؟ همونطور آتش حسد خرمن اعمال نیکی ها خوبی های ما رو همینطور به آتش میکشه. ابلیس طاعت خیلی داشت، چند صد سال عبادت الله تعالی رو کرد، تو عبادت هیچ کمی نداشت، اما یک مرض درونی، یک مرض باطنی، یک گناه پوشیده در درون مثل حسد باعث شد که خرمن اعمال طولانی او همه به باد بره و درگاه الله تعالی رانده بشه. او بیماری حسد بود که در ابلیس بود. نتونست تحمل کنه یک فردی رو با یک فضیلت بالاتر، با یک نعمت بالاتر از خودش نتونست تحمل کنه. حالان که باید ابلیس در رابطه با نعمتهایی که خدا به خود او داده بود فکر میکرد و بر این